پیش از کرورد رفتنم به شما گفتنی بودم. کرورد از پاچکوی بینیم برآمد مردک جان. هر کسی که از نزد حولی ما گذرد دو چشمش به حولی ما. انا دیروز حولی همسایه سخت پجرنیکا آمده به حولی وای آب میزنند و دو چشمشان به حولی ما. انا وای ماشینی شیر آمده است ملکه میگه دو چشمش به حولی ما. دختر به نزدی وای کده که همسایه بیاید چشماش باز به حولی ما. بیزار شدم مردک جان با جان حالم. اگر میدونستم که همه خیلی قانون ها میبراید همین امارت نمی ساختم. به نامی من گذرانه دیه. کرورد رفته آمدی و حالم عقلت ندر آمده است. به نام من گذرانیت بوده است. من که خیلی 150 سوم ماهانه میگیرم و تو یک پلیسی هم درآمد نداری کو. از کجا یافتی گفته پرسن اگر چی جواب میدی یا که تخم زیر کرده چوجه برآورده میدی. گپا بس کنی. اومده ایستاده است مردک جان. اومده ایستاده است. چیکار میکنی من؟ هاجر جوانی مرد کر شدی می رو در اکشون. نه مردک جان نرو نکشاید من میترسم. اول از راغ در بین که اگر بیگانه باشد نکشا. احتیاط شو و نگاه کن. ای مردک جان اکی شابرات هم؟ اکی شابرات؟ یک فاهمه میکنی که ای خدا جان روگی گویی که پگاه روزی دوشنبه اداره بیادم اونجا گپ بزنیم. سلام بینندگان گرامی، باور داریم که این نمایشنامه تلویزیونی برای همه شما آشناست. سر کرده از هنرمندان کسبی تا کمترین جزئیات نمایشنامه تلویزیونی صدا از تابوت. قهرمان برنامه امروزه ما هنرمند خلقی تاجیکستان زلخمار ابراهیموف هستند که در دوران جوانیش نقش هاجر را در این نمایشنامه تلویزیونی آفریده است و فعلا صحبت‌آرای ما هستند این بانوی هنر. سلام، خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم، آباد باشید، سلامت باشید. اصلا در این نمایشنامه شما با نام هاجر نقش آفریدید. پس بگویید که برای آفریدن این نقش چند نفر پیشنهاد گشته بودند که تنها شما انتخاب گشتید؟ راستی گپ من تنها بودم و همچنین دیگر نقش هم همچنین، چون که ساجده غلامова بالای اون اثری که میگرفتن خیلی زیاد کار میکردن و هر هنرمند علاقه میدیدن در کدام نقش کدام هنرمند بسیار جاشبه میافتد. برای همین اون کس به خطا همون نقشای انتخاب میکردن، تقسیم میکردن. برای همین هم شاید همه اون چیزهایی که ساجده غلامova در تلویزیون ماندن در حقیقت به دل مردم جا شد، محبتیتی زیاد پیدا کرد که اینقدر مردم تا حاضر تماشا میکنند. همه اون هنرمندایی که در نمایشنامه های اون کس اشتراک کردند با این یا با دیگر نقش آوازه و دروازه شده، همه اون کس را با همون نام ها با همون چیزا بسیار دوست میدارن. من گمان میکنم که این موفقیت کلانی ساجده غلامova بود که نقش های درست تقسیم میکردن. میدونستن که کدام هنرمند از عهده این نقش میبرد یا نه. و من فکر میکنم نه تنها موفقیت خود کارگردان بود بلکه گروه ایجادی. البته این به این چخمش وقتی که رژیسور درست نقش را تقسیم میکند، این علاقه 90% برای که هنرمند که در جوش است از عهده نقش میبرد، این علاقه موفقیتی همون رژیسور است. پس نقش مذکور تا کجا توانست راه شما را به تئاتر و سینما باز کند و چهره تان را میان همگان آشنا سازد؟ راستی گپ تلویزیون یک نقش بسیار بزرگ من دارد برای معرفی هر یک هنرمند. من هم از همون قطار همون هنرمندا هستم که تا وقتی اجرای این نقش و هاجر من خیلی نقش‌های زیادم آفریدم، در نمایشنامه‌های زیادم بودم. افسوس که اون نمایشنامه‌ها همش کار کرده شد نیستند. از بایگانی هم نه هیچ همش گم شدگی. فقط من بسیار منندار از
убайдулло раҷаб ки он кас тавонистанд ҳамин чиза дар хонаи худашон нигоҳ доштану баъд вақте ки лозим шуд пешниҳод карданд ва ман бисёр нақша офаридам барои кӯдакоям бисёр намоишовар мекардам гумон мекунам ки ман аллакай муаррифӣ шуда будаму лекин ҳунари шумо дар ана ҳамин филм бештар ба мардум мақбул шуд писанд омад шояд барое ки ин бисёр як намедонам чӣ хел шуд ки як бора як нақша ки инқадар дар ин спектакл инқадар калон набуд инқадар нақши калоне набуд ки гӯё ки метавонад муҳаббати мардума ҷалб кунад лекин хай шояд ки дар ҳақиқат ин гап рост аст ки нақши лаҳзавӣ нестай агар тавоне ҳамун лаҳзавиам туя метавонад машҳур кунад ин нақши ман ҳами як санадчои як дусе санадчак ки хурд-хурде дошт. ин аз маҳорати ҳунарпешагии шумо дарак медиҳад ки дар қалби мардум ҳаво гирифтед бо ана ҳамин образ яъне хоҷар айни ҳол метавонед порчае ки хосгорҳо ба хонаи шумо меоянд ба бинанда аз ҳамон лаҳзаҳо қисса кунед. ин духтарак аз бозиҳои даруни ин хонадон бехабар аст охир ӯ ваё чӣ ваё дорад ин тамоман бехабар барои ман ҳайрон ки чино як бора ман ба курта пӯшондани ким чӣ коро карсудани гирди ман ба хеле бехабар аст ин духтар аз ин бозиҳо аз ҳилаву найрангҳои онҳо бехабар аст барои ҳамун ҳайрон аст мегӯяд чӣ мана ин қадар маҷбур карсуден ҳамун саҳна худашам хушрӯ бар ман медагид بیار چای کنی بیا کنی بیا کنی شین کنی ها شین کنی اینجا شین کنی چای کبودی 95 دم کردم اومده خوب بیا کنی شین یعنی تصدق دخترم شینید شین کنی شین کنی شین کنی شین کنی شینید تصدق شینید کنی ها شین نقدر دست خوری اکرده نکرده ها بارک الله خوری اکرده کنی شین ای چه میکنی؟ کنی گوی ای زبانتو فرو بردی می؟ گبزن میگم چه میکنی یا نمی؟ هاجر جان وای دادری نیتای خونه اپاد بسیار جوانی نقص چطور؟ معقول میشد می؟ ها؟ میشد سکوت علامت رضا میشد چلاق نگید یک باید چلاق ها قریقه شو تصدق توی شود تماشا شود رقص کنیم میگم تصدق البته نیتی خیر راضی شد هاجر جون وای آدم تخمینا یک 33 یا 34 ساله دادری نیتای خون اپر میشد یک گیتی 4 کس میدیدگی میشد وای خدا نوشتن گیر میشد شد بارک الله خیز بسادیم را کارت کود بارک الله میشد ای تصدق بابت کاری کارگردان بانوی خوشسلیقه که تا هنوز زحمتش از خاطره‌ها زدوده نگشته است مرحوم ساجده غلام چی میگوید؟ اون کس برای خوب آفریدن نقش شما چی زحمت‌ها کشیدند؟ اون کس یک شخصی بودن که بالای هر یک نقش خیلی زیاد کار میکردن و میدونستن از کدام هنرمند در این نقش در این صحنه چی میخواهند. فهمیدید وقتی که رژیسور این چیزا میدوند چی میخواهد هنرمند وای وظیفه که موند آن هم اگر وای هنرمندی در حقیقت اصیل باشد درب قبول میکند و همون خواستی رژیسور پیشکش میکند حتما به همون هدف میرسند هم رژیسور هم هنرمند برای که او وظیفه موند درست این درست اجرا کرد. نقش آفریدن با چنین هنرمندان کسبی از جمله با مرحوم عبیدالله رجب، قیام‌الدین چقلف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان دلبر عمر و گمان میکنم برای زلخمار ابراهیمова باعث افتخار بود. همینطور نه؟ افتخار این کم است که افتخار من نمیدونم این یک دنیای دیگر بود برای من. یک دنیای پر از همدیگر فهمی، پر از محبت چون که در وقت کار ما با یک دیگر خیلی یاردم میرسوندیم
اونجایی که مثل من یگون چه نفهمم دیگران من میگفتن بعد یک شخصیت های اینجا بازی کردن که نمیدونم در کینو و در تئاتر تاجیک هر کدوم اینها یک جای مخصوصی خودشان دارن مردم اینقدر اینها دوست میدارن و البته منم در خطر اینها بودن برای من فخر بود زیرا از آنها تجربه خوبی میگرفتید. البته. بینندگان گرامی، پارچه دیگری را از فیلم تلویزیونی صدا از تابوت این لحظه پیشکشتان میگردانیم و باز صحبتمون را با قهرمان برنامه هنرمند شناخته تئاتر و سینما زلخمار ابراهیم و ادامه میدهیم. تصدق درست کردید. داماد بینور یک سال بعد راضی ندادنتان درست تصدق. آخر میدانید همین نکاحی که به دل خوش نآید به خدا هم خوش نمیآید. حاضر دور حکومتمون زن دخترها آزاد تصدق اگر مبادا هاجر ظلم و تعدی کنند میتوانید به محله برآمده داد و فریاد کنید. هاجر حقی تصدق. خوش آمده خساره جون، خوش آمده. هاجر جون میشینی میگرده راو لباس کاتا پوش سرو لباسی تازی خوش ریت پوشیده بیا. درست پوشید تصدق پوشید. اما دیگر کتا ندارم کو. چه نداری؟ آوای کتاهای نیلام، پرلام، فلام، کریستال و یا کتاهایی کی؟ پوشید تصدق. جوانی مرا راو تقلسی من پوشیده بیا. پوشید تصدق پوشید. صحنه های خیلی جالب است که در خاطر هر یکی ما نقش بسته است. دلبر عمر و در هر لحظه این یعنی که نمایشنامه تلویزیونی شما رو هاجر جوانی مرگ میگفتن. این به شما سخت نمی رسید؟ نه، برای اینکه اون کس در نقش خودشون باید من گفتم که این یک دختره که بیچاره همقدر اینا یک غلام کرده گرفتگی بودن. این سرپسته که در خدمت همونجا با اینو چی که گوید این حق نداشت خفه شدم با همچون هنرمند شاید خفه می شدم لیکن همچون هاجر هیچ خفه شدن نمیتونستم. چقدر خفه میشد باید من عادت کردگی بودم برای این گپایی چون جوان بوده برای اون میگویم. جوانم که بودم اون وقت یک 34 سال داشتم تماما جوانم نبودم لیکن به هر حال من نقش اون کسا میفهمیدم که اون کس باید این خیلی سخنهای میگفتن شاید از این بدترش هم میگفتن من باید خب میشتم از روی نقشم. اصلا در نمایشنامه تلویزیونی صدا از تابوت هاجر که شما این نقش رو یعنی آفریدید به کی باید به شوهر میبرآمد؟ این صحنه برای من کمی معما است. از روی خواست این عائله که بایگریشون در یک جای دیگر وای کرده توانند ذخیره کرده توانند؟ نه ذخیره نیست اونجا خونه یا دیگر چیه میتونن نام جیانش بکنند میتایخون که تو این که کشیده نگیرن از اینو اگر ما بودو که سر شود تشویش و چیزا همه چیزای دوزی بود که اونجا بسیار با این خاطر با همون این کارا کرسودن که همه بایگاری همه خونه همه با آنها بیمون خونه این بیچاره یک بازی هاجر یک بازی چیست دست اونها به چه خواهند که همین بایگاریشون به همه حساب به خودشون ماند دیگه تمام اینجا یکون دیگر چیزی برای وقتی هاجر نیست که این کارها. پس هاجر از حیله و نیرنگ های این خانواده آگاه میشد یا نه؟ یعنی حس میکرد همین حیله و نیرنگ ها؟ نه حس نکرد اول که این خیلی کارها شد و حیران بودم من چی لیکن بعد این کیم چه حس کرد که آخر اگر یادتون باشد بعد نشان میتید که گوجه با پلا پنهان کردن بعد این دختره کشار میشد و کمتر هوشش بسرش میدمد کمتر همین خیلی که بعد نشان میتید که این پلا اینا گوجه بجا میکنند هر بار میکوبن نمیوبن کو. بله. من گمان کردم که هاجر خان شما با گای نصرت خیش میشوید. نه از یتیم خانه گرفتگی. از یتیم خانه نه از خانه بچه ها گوید؟ نیتای خانه پا هم گفتن. هاجر خان شما اون وقت خور دکک بودید ده؟ نه؟ شما اون وقت انا همین خیل خور دکک دخترچه بودید. 13 سال می شود.
13 سال؟ چی 13 سال باز در همین جوید؟ نه یک بار به پختچینی رفته بودم و دخترهای بسیار بودن رقصیدیم سرود خوندیم من حتی با زنبور رو افتاده بودم یک بار در عمرتون به بختچینی رفتید و به چقوری افتیدید. شما از جنجال های نیتای خان خسته نمی شده زیرا هر لحظه به شما فشار می آورد؟ خود هاجر، من از نام هاجر فقط گپ میزنم و دختره که بود خیلی پرطاقت، پر از صبر و طاقت. در این سختی های این اویله اینقدر عادت کرده بود که من گمان میکنم که وای با میتونست که دوام طاقت کند، زندگی کند. همه انا محیط که در اون خانه هست برای وای ای خوردی علاقه اینقدر هر روزه چیزی که میدید برای همون از زندگی یکون چیزی خوبتری منتظر که نبود. همون نیتای خان، همون شوهرش، این همین زندگی. گمان میکنم که من همچون از نام هاجر حاضر گپ زده ایستادم وای صبر میکرد، طاقت میکرد. لیکن بعد یک آدمی پیدا شد که همون جانی نیتای خان که وای کم کم با این خوشش به سرش آورد. با او هوشدار میسازد همیشه. بعد وای کمترین این باشد ممکن هم خود مرده میرفت همون محیط کتی. برای من همچون تماشابین لحظه های پس پردگی نمایشنامه خیلی مراق‌آور است، پسند است. پس میتوانید کمی درباره زحمت های پس پردگی این فیلم یا اینکه این نمایشنامه به ما معلومات بدهید؟ یادم هست. چه خاطره ها داره؟ پسرچیم خیلی خوردک بود. 1 سال و 3 ماه داشت، 1 سال و 2 ماه داشت، همه خیلی خوردک بود و مونده رفتن برای من خیلی دشوار بود. یک روزی که ما همون روز نواگیری و بود طبیعت نمیدونی چی میشود. همون روزی که نواگیری و کردیم خیلی یک سرد بود، شمالی خنک بود، اما باید همین کرتاکای اطلسی، همین آستین کالتای همون چیکو کتی بهار بود آخر. خیلی خلاصه که یادم هست که ما چقدر جاخو لرزیده، خنک خورده، لیکن در وقتی نقش آفریدن این چیزای همش یک طرف میپرتوید. خیلی که من شما حاضر. هم خیلی فراموش میکنی که خنک خورده بودی یا جغد میلرزید، با همون نقش داده میشی، بازی میکنی. من گمان میکنم که این وزنینی ها در هر فیلم ها میشوند یا در هر نمایش ها میشوند، چون که خیلی کار ما است. من شخصا از وزنینی کار هیچ وقت نترسیده بودم. برای من هر چی که باشد قبول بود. خلاصه کار برای من هیچ وقت وزنینی نمیداد. در کدام محیطی نباشد من همه فراموش میکنم، داده میشم به کار خودم. زیرا کسبتون رو به نهایت دوست می‌دارید. عابد حالا هم تو رو به میرزا چل میبرم میگوید؟ میبرم گوید میروی؟ گفتن میروی؟ کلا اگر خود حاضر شوهر را به دست نگیری پگه به حالت میمون ها میگیرین، فهمیدی؟ انا حالی من بی اگر وقتش به دست میگرفتم من ایخل هر روز یک لباس کتی نمیکشتم. گریه نکن ایتای جان، گریه نکن، باز سرت به درد نمیاد. فهمیدی؟ اگر زن میکردگی باشی گوی در همین جا کن، در همین جا زن کند و سر دهد جاه و جلال خودت. بعد سر دادنش به حضور میشنی خانه خودت. خب به میرزا چل برده باید در دشت بیابان توی سر دهد از سرت به کدام سنگ سیام بزنی؟ گوش کن گپی اکتا زن میکردگی باشی در همین جا کن گوی، فهمیدی؟ فهمیدی؟ به شوهر دیت گفته بودم. بینه آه زبان نبرآوردم، زبان تگیر میدلای مرده هم یک بلا جر جان. السلام علیکم. در نمایشنامه مذکور
لحظه های هزل‌آمیز نیز خیلی زیاد است که بیننده را نیز به تاثیر نمیماند، یعنی به بیننده خوشحالی میبخشد و این البته از ابراز هنرمندان به عمل آمده است. درست. برای من هر وقتی که نتای خون به سر من دعای کرده می آمد، هر بار دلبر یک با یک پور یک با یک چقدر نفرت با یک من بسیار بد میدیده که هم به درونشون هم خوشرو کردن نشان میدادن که هر باری که اون کس به سر من با یک هیجان دویده همین گپاشون میگفتن، ما هر بار میگفتم اینقدر هنرمند بزرگ هستند دلبر و مروه که این نفرتی که نسبت به همین هاجر بردن خیلی خوش رو نشان دادن. چقدر اذیت میداد هاجر را. همین چیز به خاطرم خیلی خوب مونده است، میگم که چقدر میتواند اینقدر نفرت توانده با سری همین هاجری بیچاره با ریزت این چیزا. صحنه‌های خنده‌آور اونجا بسیار بودن. من حضور اینقدر یادم نیست، برای که اکای باید یک انسانی هستن که همراه این کس یک دقیقه هم توشیده نمیشود. اون کس هر یک چیزی که همین و یک شوخی یک لحظه یک چیزی هم جوش با میبرن تا سیام که سر شدن ما چقدر میخندوندن. این خیلی چیزایی که دایم در ویا میشد، لیکن با این شخصیت هایی که من قدشون همراه کار کردم اینو در حقیقت هر کدومشون جای خودشون دارن. اکای عبیدالله رجب این نمیدونم برای من بزرگترین نوتکرارترین یک شخصیتی عجایب بودن. اون صحنه هایی که شما در این نمایشنامه نقش آفرینی میکردید لحظه هایی بودن که بداهتا اجرا میکردید، یعنی که مغز از روی سیناری هنرمندان هنرنمایی میکردن؟ نه، البته اون چیزایی که یک باره به سرت میبود در وقت اجرای همون صحنه اجازت میدادن؟ اجازت میدادن اگر که معقول کرده باشن، اگر بینن که همین نقش با این همون چیز شما برآوردید فکر کرده توغری میبود، البته قبول میکردن. این خیلی صحنه بسیار بود این خیلی صحنه. چون ما میدونیم تئاتر و سینما یک فلسفه خیلی بزرگ دارد، در موضوعهای مختلف نمایشنامه فیلم ها تهیه می شوند و هر یک هنرمند نیز ژانرهای به خود خاص را میپسندد، دوست می‌دارد. پس اگر مخفی نباشد ذوالخمار ابراهیمووا کدام ژانر سینما را بیشتر دوست می‌دارد؟ مضحک است، لیریک است، فاجعه است؟ در کدام ژانرها نقش آفریدن برایتان پسند است، مقبول است؟ من میخوام همه نقش آفرم، لیکن به کدام درجه موفق میشم نمیشم این علاقه تماشابین به هم میتید. لیکن من شخصا من نمیخوام که فقط همین مادرایی که یا وفات کرده است یا کسل است یا همین موضوع ابرازهای گوناگون رنگ رو دوست می‌دارید؟ من بسیار میخوام که ابرازهای هر گونه باشند. وقتی که حالت دیگر است تو میتوانی کشاده شوید، تو میتوانی دیگر طرف هنرت نشان دهی. وقتی که سیناری تکرار میشد، مثال همون نقش تو در دیگر سیناریو با ویش با اینش همون حالت است که تو همون هستی که همون هستی گفتی همون حالت بازی میکنی که خواهی نخواهی که قالبی میشه. این چیز من بسیار میترسوند. من کوشش میکنم که دیگرگونه بازی کنم، لیکن خیلی وقتی که درون بازی میکنی همون حالت که و همین تو هستی که دیگر هم خیلی نیست. بله، با هم برآمدنش ممکن. یعنی برای شما تمام ژانرهای صنعت تئاتر و سینما پسند است؟ پسند است. میخوام که هر گونه باشد. برای چی زدند؟ میگویند که تو ویرون. ویران میشدم، تو برین میشدم نگفتید ده؟ میدونستم که باور نمیکنید. آروم شوید هاجر خان. التماس آروم شوید. انا اکنون همه دیده و شنیده هایتون را با مایور نوروزوف نقل میکنید. خوب؟ چی وای؟ نمکی یک روزه حرمت 40 روزه دارد گفتند. کی گفته است؟ اما که قاریم. باز قاری به شما این طور گفته است هاجر خان؟ برای که به نصرت حقیقت نگفته است که انا همین بیچاره از خورده خدمتی شما را میکند؟
اقلا یک خورده خرده بیهید نمیشود. فقط کنه کلی نیتای خونه نپوشد. ببخشید حجر خان، من نمیخواستم شما رو رنجاندم. ببخشید. حجر خان چی؟ شما اکنون باز با جای نون و نمک خورده تون بر میگردید؟ نه نه؟ از نمایشنامه صدا استاباد یا اینکه نقش خود چه برداشته گرفتید و یا چه خصوصیت‌های آدم و آدمگری را آموختید؟ من گمان میکنم گردی من اینقدر بسیار بدی بود که من محتاج بودم به مهربانی. چون میدانیم از ابتدا تا انتها ماجراهای گوناگون پشت سر هاجر میآیند. پس انتهای نمایشنامه با چه انجام می‌یابد؟ با خوبی در حقیقت پیش میبرد، همه فاش میشد، با یک نوت خیلی خوب انجام می‌یابد. شما یا شوهرتون کیها مرده اید. صدای شما از درونی تابوت می آید. حجر خان، رفتیم از اینجا. کجا؟ رفتیم. حاجر این جوانی مرد نمانده درم. حاجر. برای صحبت امروزه به شما سپاس میگویم. برای یک صحبت گرم و صمیمی. از صحبت با شما خیلی خوشم آمد. به شما روزگاری با سعادت را تمنا دارم. بگذار هنرتون همیشه بلند پرواز باشد و همیشه در آغوش پر از محبت ها زندگی کنید. هزار رحمت مری جان. منم گمان میکنم که یک مدتی کوتاه که همراه بودیم محبت شما حس کردم. وقتی که آدم محبتی هم صحبت حس میکند و همچون جواب میدهد. منم یک خیلی خوب گذراندم وقت خودم. گمان میکنم که این واقعی باید باشد دایم. با تلویزیون سفینه موفقیت بسیار آرزو دارم، چون که یکی از پیشرفت‌ترین تلویزیون هست و میبینم که هنرمندای ما معرفی میکردگی تلویزیون هست و گویا که جای ما اینجا هست. با شما موفقیت زیاد. به شما سپاس که اطراف نقش خود از نمایشنامه تلویزیونی صدا استاباد کمی هم باشد برای ما و بیننده سفینه قصه کردید. نقش یک بانو به زیبا و دلنشین است و باور داریم که این نقش، این نمایشنامه هرگز از خاطره ها فراموش نمی گردد و بار دیگر خاطررسان میکنیم که مهمان برنامه امروزه ما بودند مادر روزگار دیده، بیبی مهربان، هنرمند صاحب استعداد که در اکثر فیلم ها نقش مادر را آفریدند و در قلب های هر یک ما محو گرفتند. زلخمار ابراهیمова هنرپیشه خلقی تاجیکستان. برنامه نقش اینجا انجام می‌یابد. خیر عزیزان.